اگر مأمون نمیدید که امام رضا برحقه، که بعد از شهادت امام رضا گریه نمیکرد، میگو بیاد روزه علی ابن موسی رو بخونید. می اومدن و خودش بعد میگفتن که تو چرا گریه میکنی؟ میگو هیچ کس مثل من قدر این مرد رو نمیدونه که این کی بوده. خب این پدر سوخته ها خودشون همه خبر داشتن چی کار کردن دیگه، خودشون از همه بهتر میدونستن. امام رضا کاری کرد با مأمون که بعد از شهادتش تا سالها همین مأمونی که فاسدترین، لعینترین، مجرمترین، فاسقترین شخص باید باشه تا بتونه امام برحق و شریفترین فرد روی زمین را با این قساوت از بین ببره. این برای امام رضا گریه میکنه. امیرالمومنین چی کار کرد در حکومتش که بدترین فرد عالم، نمیدونم متقلب ترین و خائن ترین، هر چنین ترین ها هست بخواد بهش بگید. این بعد از شهادت امیرالمومنین میاد برای امیرالمومنین گریه میکنه. وقتی که صحبت امیرالمومنین میشه با افرادی که میرن میبینن معاویه گریه کرده، خودش به گریه نمیزد. خب واقعا گریهش میومد دیگه، برای چه خودشو بزنه به چیز؟ توجه کردید؟ یعنی امیرالمومنین کاری با معاویه کرده که معاویه میدونه این علی کیه. معاویه میدونه در این جنگ این مرد چه کرد. مردانگی علی را معاویه میفهم. اونا پدر سوختن دیگه، اون کلک های سیاسی و فلانی حرفا، اونا بهتر از همه خلاصه افراد رو میشناسن و این سیاست مدارا که از همه کلکتل و پدر سوخته ترن، اینها خوب میشناسن که دور و بریاشون. چرا؟ چون دستشون تو کاره، خودشون دستشون تو کاره، میفهمن کی کیه. اون معاویه میفهمه این علی کیه. تا جنگ نشه، تا علی نیاد از کوفه بیرون، از مدینه بیرون به سمت شام، تا اون جریان نشه، تا نهر رو نگیرن، تا امیرالمومنین نهر رو آزاد نکنه، تا دوباره لشکر معاویه رو اجازه نده، تا قضیه عبوس اون یارو کیه اون امراس پیدا نشه و همینطور قضایایی که در هر رو دادم. خب این امیرالمومنین چطوری نشون بده خودش را؟ چطوری نشون میده؟ او توش خونه بشینه، در نیاد، با کسی حرف نزنه، خب این کسی میشناستش. بله سر سفره برنج زعفرانی و حلوایی کذایی هم انسان میخنده، با همه تبسم میکنه، میگن عجب آدمی، برای به این آدم خوشخنده، آدم متبسم و چه خوش اخلاقیه. وقتی که یه مسئله پیدا بشه، مسئله مالی پیدا بشه، مسئله نمیدونم ارزی پیدا بشه، مسئله یه از این قضایای نامناسب پیدا بشه، اون وقت معلوم میشه خوش اخلاق کیه، بد اخلاق کیه، بتدار کیه، اونی که اصل و بتداره کیه، بی فرهنگ کیه، با فرهنگ. اینا سر سفره برنج و خورشت کذا پیدا نمیشه. اینجا همه و هم میخندن و به به عجب. اینجا نمیشه انسان آزمایش کنه، باید جنگ بشه. جنگ با اون نقطه حساس برسه که با یک ضربت کار جنگ تمامه، اون ضربت رو نگه میداره و شکست میخوره. کی این کار انجام میده؟ واقعا کی انجام میده؟ کی انجام میده؟ باید این مسائل را به زبانهای مختلف، این حوادث را و این قضایا را به زبانهای مختلف ترجمه کرد و برای رؤسای دولتهای دنیا فرستاد، برای فرماندهان نظامی در سراسر دنیا فرستاد، برای سیاست مداران فرستاد، برای اونهایی که اداره امور ملتها را به دست دارند. این کارها و این امور و این نمادهایی که از ائمه ما سراغ داریم، مگر از سید الشهدا کم سراغ داریم؟
قدم به قدم جریان امام حسین یک تابلوست، یک اعلان انسانیت، اعلان حریت، اعلان آزادی. دشمنشه، آمده او را بکشه، آمده راه را بر او بسته، تشنه است، 1 ساعت بمانن همشون میمیرن. 1 ساعت. این میگه به همه آب بدید. خودش هم از اسب پیاده میشه، مشک آبو میذاره به دهن اون سربازی که از شدت تشنگی از حال رفته. کی این کار رو انجام میده؟ واقعا کی انجام میده؟ یعنی امروز در بشریت، در جامعه بشریت، ما وقتی نگاه به مسائل بکنیم، به قضایا کنیم، به ارتباطات کنیم، به داد و ستدها بکنیم، به کارهایی که امروز داره انجام میشه در ملل اسلامی، در ملل شیعی، در ملل یهودی، در یک نمونه سراغ داریم، یک نمونه که به این فرهنگ بخوره، به این طرز تربیت بخوره. یک نمونه سراغ داری؟ یا این که نه، موشک میاد از این طرف میره اونجا توی 2 بعد نصف شب زن و بچه مردم در خواب و مرض فلان میزنه تو سر اون خانه و همه اهل خانه را همه را تکه تکه میکنه و به هوا میبره. این انسانیته؟ شما به این میگین انسانیت؟ این چه گناهی کرده؟ یه عده دیگه دارن میجنگن، این چه گناهی کرده؟ این چه گناهی کرده؟ یک کشور داره با یک کشور داره جنگ میکنه، شما موشک میزنی، طیاره داره میره، زن و بچه مردم بیگناه، پیرمرد، پیرزن، بچه شیرخوار، نمیدونم آدما عادی از یه طرف دارن میرن و یه موشک تق میزنی، تمام 300 نفر تیکه تیکه میشه. چه تفکری میاد یه همچین کاری رو انجام بده؟ خب میخوای بزن بالا این شما رو تو فرودگاه بزن، طیاره رو داغون کن. چرا مردم باید تیکه تیکه بشن؟ توجه کن. میخوای بکنی خب اونجا رو بزن، اون خونه رو بزن، اون فلان بزن، جنگ دیگه، بالاخره جنگ توش نون حلوا که خیر نمیکنن، تو بزن اون بزنه فلان. این کار از چی برمیخیزد؟ میدونید چی؟ از اینکه ما از آموزه های الهی و انسانی و توحیدی و فطری ما به دور افتادیم.